به نام خداوند بخشاینده مهربان. میخواستم در باب قطع صله رحم کمی هم باشه صحبت کنیم. البته امروز در جامعه مع الاسف کارها زیاد شده ایستاده است که بین خویش و تبارداری، بین اکا و دادر، اپا و خواهر، تقا و امک، یعنی قطع صله رحم گفته خویش و تبارداری رفت آمد قطع کردن است. بنابراین خداوند در قرآن عظیم شان میگوید که بترسید از پروردگاری که از یکدیگر سوال میکنید با آن و بترسید از پروردگار درباره قطع صله رحم. قطع صله رحم این آیه قرآنی است که خدا میگوید که بترسید از قطع صله رحم. در یک آیه دیگر هم خداوند میگوید کسانی که نماز میخوانند اما قطع صله رحم دارند، با خویش و تبار رفت آمد نمی کنند، اینها را عبادت هاشان قبول نمی شود. بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که کسی که اگر قطع صله رحم کند داخل جنت نمی شود. اگر همین شخصی که قطع صله رحم می کند یعنی ثروتمند باشد، با وجود ثروتمندیش متکبر باشد، یعنی خویش و تبارهای کمبغلش نادیده بگیرد، با اونها رفت آمد نکند، از احوال آنها با خبر نشود، این شخص نفر است که خداوند جنت برای این چنین مردی متکبر حرام گردانیده است. حضرت علی ابن حسین و پسرشان نصیحت میکنند که ای پسری من، با شخصی که قطع صله رحم است با او همراهی مکن، زیرا اینکه من در 3 جای قرآن دیدم که قطع صله رحم، کسی که خویش و تبارداری را رفت آمد قطع میکند، من در 3 جای قرآن دیدم که او ملعون است، او لعنت کرده شده است. روایت است ابو هریره رضی الله تعالی عنه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد محفل داشتند. ابو هریره گفت که نفری که در بین ما اگر قاطع صله رحم باشد، قطع کننده یعنی خویش تبارداری باشد، رفت آمد خویش تبارداری باشد، از بین ما جدا شود. میگوید هیچ کس جدا نشد. نفر از آخری مجلس جدا شد، به خانه عمش رفت. این شخص نفری بود که با عمش چند سال قهری بود. رفت با عمش آشتی شد. عمش گفت چی سبب شد که چی چیز تو را به نزد ما آورد؟ و ما در محفل شرکت داشتیم، در یک محفل پیامبر صلی الله علیه و سلم. ابو هریره گفت که کسی که قاطع صله رحم است از بین ما جدا شود. میگوید عمش چی گفتند که رفته از ابو هریره بپرس که سبب جدا شدن نفری که قطع صله رحم میکند از محفل جدا شدنش سبب در چی است؟ رفته پرسید. این جوان آمد با حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفت که من عمه داشتم که با او چند سال قهری بودم، رفته با او آشتی کردم، یعنی یکدیگر را بخشیدیم، هم دیگر بخشی کردیم. عمه من از شما سوال کرد که سبب نفری که اگر صله رحم یعنی من کننده بین خویش و تبارداری باشد، رفت آمد من میکردگی باشد، سببش از محفل جدا شدن در چیست؟ که با شما نباشد، با شما هم نشینی نکند. ابو هریره گفت که زمانی که اگر یک نفر در همین محفلی که ما شرکت داریم، در همین محفلی که ما صحبت نور داریم، اگر یک نفر از قطع کننده صله رحم باشد، رحمت خدا بالای این مجلس نمی آید. بنابراین خویش و تبارداری بین اپا و خواهر، اکا و دادر، تقا و امک، هر طرفی که نباشد از خویش و تبار باید که رفت آمد باشد. مسلمان باید اینها را قطع نکند. و امروز فرزندان ما مثال امروز در مهاجرت کاری هستند، خویش و تبارهامان هستند، با اینها باید ما رابطه ما قطع نکنیم، از احوالشان همیشه پرسیده بیستیم، یعنی اینها رو از احوالشان با خبر باشیم، از کار و فعالیتشان پرسیم، یعنی صله رحم ادامه داشته باشد، یعنی با واسطه پرسیدن و به احوال پرسی و به حال پرسی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.